پسرم، من میدونم که تو با نفران بیجوگر دوستی نمی کنی، ولی نصیحت مرا فراموش نکن. در کجایی که می روی خودت را احتیاط کن. خوب شد است اوچه جان. شما هم خودتان را احتیاط کنید. اوچه جان، اکنون من به درس می روم. شما خودتان را احتیاط کنید. خوب؟ رحمت پسرم. مایلش اوچه جان، خیر. نوروز پسرم. چی شد مادر جان؟ مادر جان نخیزید. مادر جان چی شد؟ حالتون خوب است اوچه جان؟ کم طرفی شورم بلند شد. اوچه جان، شما خودتون رو به دست گیرید. همش خوب می شود. اوچه جان، این داروخط کی است؟ از اون شما است؟ اوچه جان، من از شما میپرسم این داروخط از اون شما است؟ از اون من. راستی دیروز وقتی تو در درس بودی فشارم کمی بلند شد. دکتری همسایه رو جیغ زدم. تو خودت دانشجو پول نداری گفته نخواستم تو رو تشویش دیم. اوچه جان، شما کاری خوب نکردید. شما برای چی به من نگفتید؟ و من برای شما پیدا میکردم. اوچه جان، حاضر 1 دقیقه اوچه جان. الو. سلام دوستم. خوب هستی؟ کارهایت خوبن؟ میشود تو چرا با هیجان گپ میزنی؟ تنجی است؟ راستی من با یک مسئله دیگر به تو زنگ زدم. خوب؟ مادرم کمی بیمار شده است. کم ترک پول در کار. اگر می داشتی به من میدادی، من البته تا آخر ماه به تو برمیگردوندم. راستی من حالا در دستم پول ندارم، لیکن کوشش میکنم که پیدا کنم. حالا با تو زنگ میزنم. مایلش دوستم، من انتظار. مایلش. مادر جان، شما خاطر نشوید. حالا همش خوب می شود. پول هم پیدا می شود و البته من داروهای شما رو می گیرم. سبیل ماند. این دوستم برای چی به زنگ من جواب نمیدهد؟ او این خیلی خصلت نداشت و شاید خی این هم میگذرد. بچم، چرا اینقدر تشویش میکشی؟ من خوبم. این تشویش نیست مادر جان. خوب میشوم. تو زیق نشو. با درس رو دیر نمانی. اوچه جان، اگر شما سلامت باشید همش خوب میشود. شما زیق نشوید. من حاضر میآیم. تا جایی که من میدونم ولی جان نفری نیست که دوستش رو در نیمه راه ماند. خصلت و خاراکتری او رو خوب میدونم. اگر در همین روز
او مرا تنها گذارد. پس معلوم می شود که من در انتخاب دوست خطا کردم. جواب نمیدهد. بلا سند. نوروز نوروز او نوروز السلام خاله جان. سلام پسرم. من دوستی پسرتون ولی جان. بیو بچه‌ام بیو درو بیو. خوش اومدی. کنی پسرم گپ زن. با نوروز جانی من چه خیلی شناس شدی؟ خیلی خاله جان من میروم. انا این رحمت دورو پسرم. برای شما با شما شفای کامیل. از از نامی من به پسرتون سلام رسانید. تشکر میشیستی پسرم. تشکر. حاضر می اومد. مایلش نخزید خاله جان من میروم. مایلش. خوش اومدی پسرم. مادر جان حالتان خوب شد؟ ها کمی بهتر. حالتان خوب است؟ چه خیلی شدید شما؟ بهترم پسرم بهتر. آچه جان پسرم این داروها رو شما از کجا گرفتید؟ کی به شما آورد این رو؟ دوستت آورد پسرم. دوستت. برای چی تلفنش رو خاموش کرده است؟ پسرم وقتی که تو با او زنگ زدی او نیز پول نداشته است. از نوعلاجی مجبور شده است که تلفنش را فروشد و با من دارو خرد. دوستت به خونه اومده بود. این حادثه رو خودش به من نقل کرد. اکنون فهمیدم که ولی جان دوستی نزدیکی من بوده است.